داره میگیرتش. نه اینجاست. داره راه میره. داره راه میره. قشنگ داره نزدیک اون میشه. خب دوستان ما رسیدیم بالاخره به اون خونه که قرار بود بیایم و اینکه آره این داخلشو. هی دوست عزیز سلام، خوب هستی؟ ببینم ما اینجا تعداد اون چنده میخوای بری با اون داخل؟ آره داخل. میخوایم بریم داخل؟ آره دیگه بیایم بریم. هستم. خب ولی ما اینجا یه مهمون دیگه هم داریم که قبلا مطمئنم باهاش آشنا شدین و اون کسی نیست جز سلام دوستان، من فیلم بردارم، اینجا هم بلدم، یادشون میدم اینا برن تو خودم کار میکنم. دقیقا مثل همون بک تو زویل اسپیس. خب شما چطوری اینجا رو پیدا کردید؟ تو چجوری؟ ما اسمتون چیه؟ آشنا میشیم با آره آشنا میشیم. آها یه نکته دیگه، ما فول امکانات اومدیم و قراره یه چیزی رو اینجا شکار کنیم. چیو؟ خود جنو. بریم تو ایشالله چی پیدا میکنیم. آقای رندوم یه اینو بردار. آقای رندوم چه کیف سنگینی؟ توش کلاه داداش. من قبلا اومدم ببین فکر کنم از اینجا میره بالا. خب اگه میره بالا پس از اول پایین چک کنیم. بریم این یکی اتاق خفن داره. فقط اینه که چند ساعت دیگه اینجا تاریک میشه. نه فول امکانات. فوله بفرما. کلاه ایمنی هم آوردیم. واقعا فضای سنگینه. اینجا چی؟ بفهم میخوره به همون میشه. من توش رو چک کنم که بیار بیرون. آره باداش اینجا میبینم. چقدر تاریک شد. خیلی تاریکه. 2000 years later. خب اعوذ بالله من الشیطان. نیمه ساخته نه؟ یعنی من نمیدونم قرار بسازن اینجوری؟ فکر می‌کنم نیمه ساخت. هوا تاریک نشونه اینا تنشیان کنید. فکر کنم شب بشه چی میشه؟ بفرما. بدترین چیز روی چیه؟ حواست یکی از اون بولو یهو شکلی نگاه تو کنه. اوه بدترین چیز نمیشه الان از پشت کنم بگیر. این چیه؟ کیه؟ انگاری که دراز کشید. آره نه داشت چیزه. نه انگار یکی درست کشید. من میدم کسی سگ چیزی. او مای گاد تو. سنگه؟ واقعا فضایی شروع نگیر رو من. هیچی نره که. اون اتاقه چیه؟ سایه دیوار و سیما داره حرکت میکنه. نگاه کن آدم چه اینجا شنیدن؟ خاک بازی کنن. حاجی حس خوبی مدونم ممکنه فرو بریزیم. آقا فرو ریخته. آره من میگم زیاد اینجا پا نزن این بر خطرناک. بیا امید سو کریپ میخوای بشاشی؟ هیچی نی. بریم این بر خب بلاک تماش بچه ها این کجا این اونایی که میدونن خب آقای بچمن از کجا
باید بگیریم؟ از این خوش میاد. بیدایی چیه؟ فکر کنم کردیم. خفاش. بتمن دوستت اینجا. خب مثل این تو میخوایم بریم. بله من نمیام. دوستان یه اون بالا پس از کجا باید بریم؟ اینا دیگه احتمال از همین کنید. نه از این بر. پشت خب دیوار. بریم اول ببینیم اون بر چیه. فضایشو حس می‌کنی واقعا؟ فضای چیو؟ اصلا تو دوربین خیلی اینجا تاریکه بچه ها. بذاریم ببینیم میتونم نور رو زیاد کنه. چی بود؟ آره نور رو زیاد. فکر کردم بهتی نشسته. اینجا رو ایت لوله سوسول نباشید با اینجا خیلی فضاش سنگینی می‌ذارم اصلا. چه فضای اوه لوله ها رو پسر دکور زدم واسه اینجا ساخته داشتم. برای ساختنشون دکور اینجا داشتم مزه میخوردم. آخ مثلا چه موجودات مزه خوری بابا نه دیگه نه دست نزن به هرچی داداش دست نزن داشتن خمیر رو درست میکردن الکل بود. با دفاع اوه خفاش اینا چیه؟ چک نکردیم. بفرما بالا رو پسر اینو این تو واک باشی. فقط لوله نکن دیگه بابا تو هم باید دوله امید جان آدم. سخت و اینا فکر کنم از این زیر یکی در بیاد. من در بیاد تو میگم از اون اوه. سوراخ تعبیه هواش رو سراخ کنید. از آنه؟ از آن داره میگه بله گفتن کی داره اینجا وقت این چی رو؟ کله رو نکنید دوستان هر جایی که پیدا کردی درست میگه اینجا خوشگله. اینجا اصلا اون باله اون لولا کجا تو این بر این یه منطقه یا خدا چی بود؟ برو پشت این دیوار یه چیزی هست. چیه؟ پشت دیوار خالیه. به اذن خداوند یه منطقه هست. انگاری مثل یه اتاق مخفی میمونه. آخ بیشتر بردینی هم نداشت. جلو پات رو بزنید خیلی آشکار همینجایی ما حواسمون باید به چی باشه امیدم میریزه همین گل جلو پات رو به پادای کفش من از اون نزنید. این سراخ تحویل چیه؟ داشت این هر سوراخی رو نباید چیز کرد آخ یکی بهم زنگ زد از اهالی اینجا این کیه به من زنگ زد؟ خوبه فکرم خود صاحب اینجا مثل اینکه صاحب بدیم آبر رو روی دست میزنی بابه دست میزنی پشما بابه دست میزنی اونم بوتون دو تا تمثال. آجی فرما دستشوی اینجا بنام استفاده شده بعدم استفاده شده. بریم بالا. بالا ها آیی پس اینجا رو نرفتیم ما دستشویش چی بود؟ دستشویش خیلی بوم میده راستش حس میکنم استفاده شده بد بیرون. شما مزه هم دارین؟ مزه چی داشت؟ ما خودمون واسه اینا مزه شنیدی؟ بریم بالا دیگه همینجا وای نستیم الان چیزی هم بیاد این گره چیه؟ اوه بچه این برو اینجا میره بالا سن بذاریم ما یه چکی بندازیم اینجا رو این در تو. اینجا. بله یه تو. این چیه؟ اوه این بر به کجا راه آجی نمیریزه؟ چقدر راه نه تو نمیده راه برو. من حس کنم تو بگو من چراغ ندارم. اوه دست فیلم تو. بردار خیلی شجاعه. دستشوی
چیزه حاجی. اسم دستشویی ها. ای آروم دادش. همون چی بود؟ همون دستشویی؟ کسی هست؟ ما تقریبا همه جا رو گشتیم و چیزی پیدا نکردیم تا اینکه منتظر موندیم شب بشه. حالا شب شده و ما یه چالشی داریم، قراره که صدا بگیریم. ما یعنی من میرم اونجا، امید هم دیگه داره فیلم برداری میکنه میره اونجا رو بگیره. امید خودت اگه حالا بیفته. آره. و رامادم که همینجا میمونه، ما اینجا صدا میگیریم و بریم که داشته باشیم. حرکت. من میرم موقعیت خودم. خیلی خدا ازت نگذره. چرا من این ور فرستادی؟ خب بچه‌ها اون دوتا رفتن. گوشیم چه نوری داره پسر. خب ببین من خودم اینو نیستم، مثلا این پایین بیت کرده شد. این چه بچه نظرتون بریم پایین بیاد علی منو میگه میبرم میکنه داشت. خب این که مال منه، البته خب زیادم. الان تازه یه ذره کیفیت بهتر شد. بچه ها از اینجا دید ندارم. البته نه رامبد، آره رامبد مشخصه. به 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 خب همش حس میکنم یه آدم داره میاد پشمو. این سایه این میفته روی دیوار، بعد همیشه فکر میکنم یه سریه، مخصوصا اون چیز سیاهی که اونجا افتاده. اینجا میبینی اینا، نگاه کن سایه‌اش. نمیدونم الان میبینی صدا شنیدم، انگار یه صدایی که از سقف داره میاد. نمیدونم شاید از همینجا باشه. واقعا یه صدایی شنیدم، یه صدای خیلی عجیبی هم بودا. مثلا نمیدونم چجوری توصیفش کنم. دقیقا همین طرف بود یه صدایی، نمیدونم دقیقا چجوری، یه صدای خیلی عجیبی بودا. آدم تو ویدیو افتاده باشه. بس شنیدی از همونجا؟ نه صدای پای تو بود؟ صدای فریاد بود. نه فریاد چیه بابا؟ صدا پای تو بود؟ صدا پای تو نبود، صدا پاش انگار خیلی خفاشه. خفاش یا خفاش دیگه. خفاش شاید صدای خفاش بودم اون بالا شنیدم. میگم یه جک اینور بود.
حالا اومدیم با چالش برنامه گستیو ببینیم که آیا میتونیم اینجا ارتباطی بگیریم یا نه. بریم که داشته باشیم. البته بگم دو تا برنامه هست. یکی اینی که نمیدونم اینجا مشخص میشه یا نه. الان مثلا رامبودو داره میگیره. میبینین این چیزای بنفش معمولا اشیا به خطا میگیره ولی میتونه جنم مثلا بگیره. و خود برنامه گستیو هم داریم که دادیم خود رامبود صحبت کنیم. نمیدونم بعد من این به چه زمان شدم. کدوم مانده چی؟ اینجا رو نگاه کن. شیت. دقیقا همونجا که همش وایب بدی میگیرم رفت. نه الان دوباره آخه رفت واقعا میگه باشه نوشت باشه بیا دوربین میفته باشه رو بگیر پایین نه بیا باشه اختار داد صدای خطر شما حاجی هرچی هست این ولی خبرهایی مطمئنم تو دشویی دادا صدا رو میشنوی؟ صدا زیاد کنم تو دشویی توپه من بیام الان داداش دیگه من نمیتونم بگذارم از چی نمیتونی بگذاری داداش بگذارم داریم برو صدا شنیدی؟ خبر نیست یه جا بود همش میگه که بس صدا میده برتم صدا داد؟ آره اینجا یه خبرهایی داره اینجا سوراخ نیست سوراخ هم هست بعد باشه خب یک ساعت ارور میده میشنوی؟ موجود عجیب و خوده میگه بدی جواب میده گوشی کنه هنوز از خجالت دهنه آمین آوردیم ما خودیم به من بده یا علی به من بده چی بدی امیدو کیو بدیم به چی بدیم به امید چی میخوای بیا اون رو بکش اون برای دیگه میبینی؟ نه دیگه نگاه کن میبینی؟ داره میگیرتش امید داری میندازی؟ نمیبینی؟ نمیدونم تو ویدیو میفته یا نه دقیقا اینجا هم دقیقا یه نشون داد اون سایه چیه؟ سایه کیه؟ سایه ما که نیست اینا دیدی ایش نشون داد؟ اینا تو ویدیو افتاد؟ امید؟ دیدی دقیقا همونجا هم صدا میده همونجا که الان سایه افتاده داره همونجا صدا میده فاک زیر این کرسی رو نشون داد نه بگم ممکنه به خطا اشیا هم نشون داخل ویدیو میندازه قشنگ نه یه شخصی رو زیرش نشون داد روش نه مطمئنی؟ آره داخل ویدیو همه داره میفته
آره داره میفته قشنگ داره راه میره. نه حسین ممکنه به خاطر اشکال باشه. نه اینجاست داره راه میره. آجی داره راه میره. بیا قشنگ داره نزدیک اون میشه. یه چیزی واقعا اونجاست. اونجا هیچ چیزی هم نیستش که بخواد اشتباه کنه. ببین قشنگ داشت میومد. میگه نزدیکتر. واقعا؟ آره. نشون بده نزدیکتر. میفته؟ ایره. افتاد؟ آره نزدیکتر. فاک. فقط میزن بگم فاک. یعنی ببین قشنگ دارن حضورش دارم اسم میدم پشمایی دست نمیدم معلومه میبینی سیخه. آها امید جلوتر نرو دقیقا همونجاست. این بارم نشون داد. من ریسک میکنم. چی بود؟ رامبو من یه ایده ای دارم. تمام کلماتی که گفت یه نگاه بکنیم، شاید اگه کنار هم بشینیم بتونیم یه جمله بسازیم که اصلا کسی به اون میفهمونه. اون که احتمال صدا خوب باشه. خب فکر نکنم دیگه چیز بخوایم اینجا پیدا بکنیم، برای همین میریم پایین. یعنی فکر کنم پایین همینجا که من واقعا وایب بدی میبینم، فکر کنم شاید اونجا بتونیم چیزی پیدا بکنیم. پس آخرین چیزمون همین دیگه، میریم پایین ببینیم چیزی پیدا میکنیم. بعد به حرف رام تو حرفی نری. آقا جدی نه اینا داره جاب رندوم میده بریم پایین. شاید روکو رو راست گفت رو میفهم. اینم پشته بود. بوی دستی چه بویی هم میده. اون کیسه اونجا بود. آجی فاک وای پشتو بگیر دیگه ما رو گرفته. حاجی چیه؟ صدا قشنگ شنیدم. یکی داره با همون شوخی میکنه. بیاین بریم. چیو؟ بریم اونجا چیز هست. از این ور بود صدا. بوی شاش قفاشه ها. کی اونده باشه؟ چی؟ این کیسه است. کیسه نبود. منم میگم نبود. کیسه نبود. نه حتما میریم ویدیو چک میکنیم ببینیم بود یا نبود. اگه نبود که باید بگم خیلی، یعنی یه متاسف. ببین کسایی که این ویدیو رو دارن میبینن دیگه میدونن اون کیسه بود یا نبود، ولی ما که نمیدونیم. حالا ما ویدیو رو چک میکنیم، ولی اگه شمایی که دارین ویدیو رو میبینین اگه نبود باید بگم واقعا وای به حالمون. صدا رو میشنوی؟ نه میشنوی؟ آره حاجی صدا تره میاد. بیا رامبو بیا. صحبت ما تاک تو میمن خیلی تاریک میشه. صدا رو میشنوی؟ نه صدا خفاشن اینا دیگه میدن. خفاشه صدا جیب جیب خفاشه. اینجا بچه ها باشه نه بشاشیشون نه دیگه ضرورت هم شاشون نیست. خب اینجوری که همونطور که دیدیم اومدیم یه چیزایی بالاخره پیدا کردیم. میدونیم چیزی نبود، چیزی بود. صحبت کرد. آره یه صحبتایی و اینکه مخصوصا اونی که اون بالا دیده بود داشتم حسش میکردم. محیط هم سیخ شده و اینکه
آره منتظر ویلاگای بعدی هم باشیم برای جای دیگه هم بریم که جای ترسناک در میاد آره. خونه ما خیلی ترسناک. ولی من مد نظرم حالا نه ویلاگ بعدی جلوتر مثلا کل وحشت همیزن با چالش با تعداد بالا تعداد بالا یکی و چالش و مراسم دیگه یه چیزی دیگه نظر راجع به این گشت چی بود؟ نظرم خوب بود نمیتونم بگم بد بود واقعا از 10 چند میدی؟ از 10 ببین من از 10 واقعا روکراس ترسی شما آره من 6 کلی تو شیران بود نه اتفاق چند جا صحنه داشت؟ اتفاق خاص شده هم با برنامه بود چیزی که مثلا بخواد عجیب و غریب باشه خودمون ندیدیم مثلا اگه میافتاد بچه تا مکانهای بعد ما باشیم